سلام وطندارای گل مهاجرین عزیز، امیدوار هستم که خوب باشین. اگر شما درخواست پناهندگیتان در اوفرا ثبت کردین و بیش از 6 ماه گذشته باشه و تا هنوز تصمیم اوفرا را دریافت نکرده باشین، شما میتونید از دفتر پرفکتور مجوز کار درخواست کنید. اگر پیشنهاد کار شما هنگام معتبر بودن ریسپیسه موقت انجام شود، کارفرمای آینده شما باید مراحل مجوز کار را با اداره کار تکمیل کنند. در غیر اون میتونید پس از تمدید ریسپیسه این کار را انجام بدین. برای دریافت مجوز کار باید به دفتر پرفکتور درخواست بدین. شما باید یک قرارداد کاری 3 ماهه که در یک فرم خاص و یا قرارداد خط که نام و تاریخ آغاز کار و فعالیت و همچنان اسناد مربوط به کارفرما را ارائه میده. کارفرمای آینده شما باید قرارداد کار در یک فرم خاص و قرارداد خط را که نام، تاریخ آغاز کار و فعالیت داره برای مدت بیش از 3 ماه براتون تهیه میکنه و همچنان اسناد شرکت به هم براتون تهیه میکنه. شما نمیتونید صاحب کار خودتون رو تغییر بدید. این مجوز کار فقط تا زمانی که اعتبار ریسپیسه شما تاریخ اعتبار داشته باشه معتبر می باشه. در پایان قرارداد یعنی CDD موقت یا در صورت از دست دادن غیر ارادی شغل خود اخراج شدن، شما حق ثبت نام در پولوا و بهره‌مندی از آموزش حرفه‌ای را هم دارید.